آرامگاه کوروش کبیره. کوروش کبیر مردیه که تمام ایرانی‌ها اونو به عنوان پدرشون قبول دارن. کوروش کبیر مردیه که 2500 سال پیش اعلامیه حقوق بشر رو داد، اعلامیه که الان در سازمان ملل ازش نگهداری میشه. این که حضرت کوروش بزرگترین معبد در دنیا و برای هر ایرانی. هیچ کس منکر این نمیتونه بشه و سیاستمدارا خودشون بهتر از من و شما کوروش کبیر رو میشناسن. کوروش از بزرگترین پادشاهان ایران باستانه و نقش مهمی در گسترش فرهنگ و تمدن جهان داره. نخستین منشور جهانی حقوق بشر میراث جاودان این پادشاه هخامنشی است. ولی اسکندر اومد نامردی کرد دیگه، اونجا زده مسائل برلین رو برده دیگه نداریم هیچ. این توریست حرکت ما. زمانی که بابل رو فتح کرد اعلام کرد که اینک که به یاری مزداد تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را بر سر میگذارم، اعلام میکنم که در کشور من، کشوری که من فرمان رواش هستم، هیچ کس حق بردهداری ندارد. هیچ کس حق ندارد کسی رو به بیگاری بکشه. کسی برای کسی کار میکنه باید حقوق دریافت بکنه. در کشور من همه آزادن، هر دینی رو که دوست دارن بپرستن. نام بردن و نقش رهبری او و نقش اداره او در نه تنها رهبری یک سرزمین بلکه در رهبری مؤسسات اداری و اداری که امروزه حتی وجود داره، میگن یک نقش کارسازه، یعنی هنوز زنده و بروزه. بیان بشه در مورد مقام و عظمت حضرت کوروش به نظر من کم. هنوز کسی در اون حد به اون شناخت واقعی نرسیده در مورد این شخص. زمانی که اسکندر گجستک به ایران حمله کرد، یکی از سرداراش اومد و به اصطلاح به جسد عروس کرد، تمام اون جواهرات سلطنتی رو به تاراج برد. خب و به خاطر اون هوشی که ژنتیک برده پی میبره که چطور اینجا رو خراب کنه. چطور خراب میکنه؟ هر کاری میکنه اینجا خراب نمیشه. بله. تخت جمشید میاد آتیش میزنه سرستون‌ها رو. بعد از اینکه اونجا رو با آتیش میکشه میاد سراغ اینجا. کوروش یه کتیبه‌ای براش گذاشته بوده، میدونسته نه کسی میاد اینجا اینو خراب میکنه. این کتیبه میگه این کسی که اومدی سراغ این مقبره به این یه ذره خاک من رشت نبر. و میدونید که کوروش وصیت میکنه که بدنشون مومیایی نکنن. میگه بذارید بدن من جزئی از، برعکس همه پادشاه‌ها که براشون مومیایی میشه، میگه بذارید بدن من جزئی از خاک پاک ایران بشه، چون خودش این کشور رو بنا نهاد. من به کوروش کبیر احترام میگذاشتن، یعنی کسی بود که دوست و دشمن براش احترام قائل بودن. کتاب رو در 40 سال پیش 45 سال پیش که چاپ شده بود من مطالعه می‌کردم. اون چه که الان میگم از اون خاطر است. این کتاب رو خودم نداشتم و در کتابخونه مطالعه کرده بودم. من داشتم یه طرف دیگه هم بکنم. یالا رودم. رودم اومد در بحر اینجا. آقا میشه بگید چی؟ الان متوجه شدی اسمت ما؟ الان شما اگه منو تو دوربینتون داشته بودید من همش داشتم دور می‌زدم ظاهرا. متوجه نشدی چی نه؟ یه مقدار متوجه شدم چه دور بگم. اون یه مقدار چی؟ یه مقدار چی براتون بگم؟ کلا چی توضیح بدم براتون؟ یعنی همون یه مقداری که متوجه شدی چی؟ فقط متوجه شدم اینجا قبور که نمیشه گفت. قبر کوروش، مقبره کوروش هستش. اونم درب ورودیشه. شما میتونید الان تصویر نشون بدید. پله‌ها رو باید یکی طی کنید. پله‌های ترقیه. به زور باید ترقه. یکی سر کنید برید بالا. اگه برسید. کوروش کبیر مردی که 2500 سال پیش همچون ستاره‌ای بر تارک تاریخ می‌درخشه و همونطور که اسمش کوروشه به معنی خورشید تابانیه که به وسیله اون مملکت ما روشن شده. کوروش کبیر کسی که ما رو به وسیله اون میشناسن. هویت ما هست، هویت ما ایرانی‌ها هست. از جنگاش صحبت میکنن، میگن که جنگ داشت با فکر میکنن هندوستان. اونا با پادشاه لیدی جنگ، با پادشاه لیدی وقتی جنگ داشت اونا اسب داشتن به یک لشکر بسیار قوی. اسب و هیچ که حریف لشکر اینا نمیشد. کوروش اومد اولین بار یه تدبیری اندیشید، اومد در برابر اینا شتر گذاشت. اسب ذاتاً از جیغ شتر میترسه،
شترها جیغ کشیدن و بویی که از شتر در میاد به شدت اسب ازش متنفره، از فراری میکنه و اون لشکر به اون قدرت، هرچند کوروش هم تو اون جنگ تلفات زیادی میده سپاش، ولی موفق میشه که امپراتوری بزرگ لیدیا هم از بین ببره و اینا رو هم ضمیمه کنه. زمانی که دیگه به اصطلاح عرب حمله کردن به ایران و ایرانیا به عنوانی که به اصطلاح صدمه‌ای به این مقبره وارد نشه، گفتن اینجا قبر مادر سلیمانه، یعنی اینجا مقبره حضرت مادر سلیمان هست، چون به اصطلاح در هوش و ذهن اونا نمی گنجید که یک مثلا آدم بیاد این سنگ‌ها به اصطلاح کنار هم بگذاره. اینا فکر می‌کردن که به اصطلاح دیوان و این چیزا اومدن اینجا رو ساختن، همونطور که تخت جمشید رو فکر می‌کردن دیوان ساختن و اونو نسبت دادن به جمشید شاه که به اصطلاح همون حضرت سلیمان به اصطلاح در نظر اونا بود که دستور داده دیوار براش ساخته باشن. پاسارگاد در واقع اجاره دادن بخشی از محوطه از ایران که به نوعی نزدیک به تخت جمشید هم هست به شخصی به نام کوروش، تا این آدم را بهش حیات تاریخی بدن و زندش بکنن، زیرا تاریخ نشانی از کوروش نداره جز در دروازه های بابل. این نشان را هم ما بیشتر از تورات برمیداریم، یعنی چون تورات کوروش را به عنوان یکی از انبیای یهود حتی معرفی میکنه که مستقیما با یهوه صحبت میکنه و مأموریت تسخیر بابل را میگیره از یهوه و با این وعده که اگر شما بابل را آزاد کردید و توانستید اسیران یهود و ثروت یهود را در بابل آزاد کنید، آنگاه مختارید که منطقه را تمام امکاناتش رو در اختیار بگیرید. این عین اون چیزایی است که در آیات تورات به وفور و به تعدد میشه یافت. کوروش فقط در تورات دیده میشه. در طول تاریخ، در اسناد تاریخی، حتی قلابیش تا حدود 100 خورده سال پیش هیچ کسی کوروش رو نمیشناسه، یعنی این نام ناشناخته است. این کوروشی که امروز این همه داستان داره، این ظهورش بسیار بسیار جدیده و متکیس بر دو نشانه. یکی یک گل نوشته است که ظاهرا اینا میگن در بابل پیدا کردیم، ولی داستان خود پیدا کردن این گل نوشته که ابتدا نصفیشو پیدا میکنن، سالها میگذره نصف بعدیشو پیدا میکنن و اون نصف ظاهرا تا آمریکای جنوبی هم میره برمیگرده. یک داستان بسیار بسیار سرهم بندی شده اینی که بله کوروش در بابل یه گل نوشته از خودش گذاشته که بر روش نوشته بله من خیلی آدم خوبی هستم، هوای همه رو داشتم، به کسی ظلم نکردم، که من البته یه نقدی بر اون گل نوشته دارم که به سادگی اثبات میکنه که این قلابی است. یعنی در قلابی بودن اون گل نوشته کوروش جای ذره تردید نیست به دلایل خود اون گل نوشته. من بخش مقدماتی این گل نوشته رو در یکی از کتاب هام بررسی کردم و نشون دادم اون چیزی که در بخش مقدماتی گل نوشته کوروش وجود داره انتقال متنی است از تورات. یعنی اون چیزی که تورات درباره کوروش گفته، چون گل نوشته کوروش دو قسمته، یه قسمتی یه سوم شخص روایت میکنه از کوروش، از نیمش به بعد کوروش خودش از خودش صحبت میکنه. من اون قسمتی که سوم شخص روایت میکنه از کوروش رو بررسی کردم و معلوم شده که اون شخص سوم شخص داره تورات میخونه به عنوان مقدمه گل نوشته کوروش. قسمت دومش هم که بیان مسائل مربوط به بابل از زبان خود کوروشه به قدری ولنگارانه است که به راحتی میشه به این نتیجه رسید و اثبات کرد که این گل نوشته قلابی است. پس یکی از نشانه های وجود کوروش